با عرض سلام و روز بخیر خدمت تمامی دوستان. روشن کردن 19 بیار جلو بچه‌ها ببینن. یه سویچ میخی داره، اینو میکنی داخل، دیگه نمیخواد بچرخونیش، کافیه چه بچرخونی مال چراغاست. اینم استارتشه، با استارت گازم میدی. بچه‌ها این تپه است، منظور از تپه یعنی اینکه سویچ سراشیبی تپه شما یه گردنه جای ترمز بریدی، داری با معکوس ماشینتو جمع میکنی. خب پیش از سر میخوای حرکت کنی، کلاژ رو میگیری دنده دو، دستی رو آزاد میکنی، تا حرکت میکنی افسر میگه یک یه گاز میدی دنده رو چپ، دو گاز میدی، یک دو یک دو سه. خب اینجا جلو بگی بچه ها ببینن. چهار، سراشیبی تپه دیگه گاز نمیدی. سه، یه سرگاز، حالا کلاژ دنده بگیر. دو رو میبری تا تبدیل میکنی. یک، زمان گاز رو زیاد میکنی، بهش میگن گاز 4 ثانیه‌ای. تا خلاص کردی پات باید بره روی گاز. میخوای بیستی کلاژ دستی خلاص. خیلی ممنون، متشکرم.